خیلی از این مطالب و محتواهایی که به نام استراتژی بیزینس یا استراتژی بازاریابی تو همین شبکه اجتماعی اینستاگرام یا یوتیوب یا هر جای دیگه یه سری آدم به نام مشاور، کوچ یا هر چیزی که اسمشون رو بگذاریم دارن ترویج میدن، پخش میکنن، واقعا اسمش استراتژی نیست. ببخشید این کلمه رو به کار میبرم، یک سری مزخرفاتیه که این آدم‌ها نه معلوم نیستن از کجا یاد گرفتن و دارن اینا رو ترویج میدن و از صاحبان کسب و کار رو واقعا دارن فریب میدن. یه نمونه براتون تعریف کنم. یه کسب و کاری که واقعا داشته زندگیشو میکرده، با یه وضعیت عادی داشته کسب و کار میبرده جلو، یکی از همین آقایونی که حالا خیلی هم معروفه، خیلی کسیه که برای خودش دبدبه و کبکبه به هم زده، اومده بهش گفته تو چرا اینقدر خودت رو کوچیک داری نشون میدی؟ بیا اهدافت رو بلند بکن، آرزوهای زیاد داشته باش، تو اصلا کوچیک فکر نکن، باید کسب و کارت 10 برابری بکنی. و بهش گفته مثلا تو باید مکان فیزیکیت رو 10 برابر بکنی، تولیدی رو خیلی بزرگ بکنی، یه دفتر لوکس بزنی، از این چیزهایی که اسمش گذاشتن استراتژی. الان این بیزینس واقعا در وضعیت قرار گرفته که اگر قبلا خیلی خوب میتونست کار خودش رو اداره بکنه، الان تو حقوق کارمنداش مونده. الان اون آقا یا خانومی که اسمشو گذاشتن مشاور کجاست که بیاد ببینه این بیزینس رو چه بلایی بر سرش آورده؟ پس تو رو خدا یک چیزهایی رو توی این شبکه‌های اجتماعی به نام استراتژی، حالا چه استراتژی بیزینس یا استراتژی بازاریابی، ترویج ندین که با این کارتون نه تنها کمک به هیچ بیزینسی نمی‌کنین، بلکه بیزینس‌ها رو تو این شرایط خصوصا دارین زمین میزنید.